سلام دخترا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز با مبحث آموزش مانیکور در خدمتتون هستیم. اول از همه به یک پوشر چوبی احتیاج داریم. با پوشر چوبی کوتیکول ها را به سمت پایین هدایت میکنیم. این کار را آروم انجام میدیم چون ممکنه به کوتیکول ها آسیب بزنه. این کار را انقدر ادامه میدید تا که هیچ چسبندگی بین ناخن و کوتیکول نباشه. سپس با سرسون اشکی ماسه‌ای دستگاه رو به سمت چپگرد قرار میدیم و کوتیکول ها رو از ناخن جدا میکنیم. با سمت راستگرد هم این کار رو انجام میدیم. با بغل سرسوهان کوتیکول ها رو به سمت بالا هدایت میکنیم با فشار دست کم. در آخر با قیچی مانیکور کوتیکول ها رو میگیریم. موقع جدا کردن کوتیکول با دست اونو به سمت بالا بکشید. این هم باعث دید بهترتون میشه، هم اینکه خون به سمت بالا کشیده میشه و وقتی که جدا میکنید دستتون خون نمیاد. نتیجه کارتون همینقدر تمیز میشه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.